از شروع کنیم. اولین شورت ویدیویی که گذاشتم این بود که اگر این ویدیو به ازای هر لایکش یک زامبی، به ازای هر سابش 3 تا کریپر و به ازای هر کامنتش 2 تا اسکلتون، اون ویدیو 2 تا دونه لایک گرفت، 3 تا دونه، ببخش اشتباه گفتم، 2 تا دونه لایک گرفت، 2 تا دونه کامنت و 1 دونه ساب، که یعنی من باید با 2 تا دونه زامبی بجنگم، 4 تا اسکلتون و 3 تا کریپر. و اینم بگم که فقط یک شانس دارم برای زنده موندن. یعنی چی؟ یعنی بار اول بمیرم که اشکالی نداره، اما اگه بار دوم بمیرم بازنده حساب میشم. و مجازاتشون رو شما توی کامنت ها برانویسید، مثلا تخم مرغ تو سرم بشونم. و آره دیگه شما به من میگید و همین دیگه. خب فقط قبل از این ویدیو شروع کنیم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد قبلش. و اینم بگم که اگر خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید و چنل ما هم ساب می‌کنید. دیوانه شدم میدونم. و اگر دلتون خواست کامنت بذارید، چون از اون کامنت هاتون انرژی میگم. بریم سراغ ویدیو. بزن بریم. خب دوستان، من برای انجام این چالش این ویدیو رو ساختم. فقط باید یه کار کنم، این که یه آیرون گالم بزنیم چیزا رو بکشه که نیاست مثلا مزاحمت برای بازی ایجاد کنم. آیرون گالم اینجاست. خب آیرون گالم رو میذارم اینجا. آیرون گالم کارشو بلده. خب حالا چیزایی که من قراره باش بجنگم باید شب بشه. خب من قبلش باید یه جا براشون زود درست کنم، زامبی بزرستش کنم. این چیز تکشر پکر رو برمیدارم چون خیلی واقعا زشت میکنه بازیو. زامبی هورس، زامبی اسپان. حالا اسکلتون هورس اسپان. حالا کریپر شده نمیشه. خب پاک. حالا میایم بالا برای اینجا. حالا من اینجا رو بسازم بیام. خب اینجا رو نور گذاشتم. شب خود داره خودش میشه. خب ببین 2 تا دونه لایک گرفت، یعنی 2 تا زامبی. چند تا چیز بود؟ 2 تا هم کامنت گرفت، پس یعنی 2 تا اسکلتون و یه دونه هم کریپ. نه 4 تا جا نمیشه. بعد 2 تا اسکلتون دیگه هم اضافه کنم چون هر کامنت چیز بود. یا اول فصل من گفتم که فقط با شمشیر چوبی و اصلا نمیشه. یه دونه کمکی به خودم میدم، یه دونه شیلد اضافه میکنم و انار. بعد اینا رو شکست بدم. خب این زیرو باید بکنم که بیام پایین. بس قبلش سپرم رو بذارم. ببین آماده کرد. این پایین رو بکنم. خب شوش از بالم دارم میزنم. کیپره داره میاد وای بزنه. بیای جورت داری بیای پایین. اونجا درگیری شد. وای اسکلتون زامبیه رو فکرم زده. بیای یه دونه. آی چی بود؟
زامبی نه زامبی از نه چی شد؟ What the fuck؟ آقا وایسا یه لحظه من کریتیو کنم. چی شد آقا؟ اون بالا نابود شد. مثلا کریتیو کنم. چی شد؟ همشون یه دونه کریپر مونده. آقا یه کار میکنم با این میجنگم یه دونه زامبی هم میارم. قبول؟ چون کریپرها به ترکن خب میمیرن دیگه. یه دونه زامبی هم آقا میارم. این سپرم برمیدارم. شما باید این چالش رو قبول کنید. ها این و سپرم خاموش. چیه بابا؟ اینا که رفت بابا. یه ویدیو اومدم ضبط کنم. ای خدا آقا بیرون از رینگ بازی میکنم بدون سپر خونم. قبوله؟ وایسا دیگه چی میخوای خودش؟ همه چیزامو هست کردم به خاطر شما. به شما لایک نمیکنم. آیا زدم به چطوری خورد؟ کمک گو خوردم اومدم بیرون ریگ. گو خوردم آقا یکیشونو بکشم حله. مردم به اونجا نمیکشم. وایسا آقا یه جونم رفت. وایسا بیا بمیزم اینجا که اسمان نشد. آقا این دوتا رو بکشم قبوله. وای 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 من دارم تجاوز میشه. وای کمک. من قبول اینا رو بکشم. اینا بیشتر من دارم بکشم. کمک. وای عنکبوت میاد بالا. عنکبوت میاد. وای 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 فوبیا گرفتم. وای من فوبیا عنکبوت. آقا حله. وای 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 آقا عنکبوت هم میکشم. اصلا با اینکه تو چالش نبود عنکبوت باید عنکبوت هم میکشم. به خاطر شما من همه کار میکنم. شما کون بدون رو میدم به همون جایی هم. وای 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 هیچی هم باز خوردن نداریم اصلا بگیم یکی تو باید بکش. تو راحتی. آقا تو هم میکشم حالی که اینطوری ضعیف. لست پوش نیم منو بزن. بیا این چیه دستش؟ بیلنج بیبی زامبی مونست. فقط من بیبی زامبی نبینه همه خوابن. ولی آقا خدایش بردم بازیو. بذار گفت قرار شدن دو تا بکشم که کشتم. خدایش بردم. حالا شما بگید تو کامنت اگر بردم بگید باختم. من بگید که اگر بیشتریت بگید باختم میرم یه ویدیو دیگه ضبط میکنم دوباره و شما با لایک و کامنتاتون دوباره همین ویدیو اگر بگید باختم دوباره همون ویدیو شورت ویدیو انجام میدم. حالا دیگه خود دانی. امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. بدرود.